اینم نتیجه کار. میبینید زیبایی رو؟ خیلی نصبش عجیب بود، تو عمرم ندیده بودم، ولی موفق شدیم. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. چه کوالیتی. سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به کانالمون. قراره یه قاب خیلی خاص وصلش کنیم روی این گوشی و این قاب در اختیارمون قرار گرفته. با ما همراه باشید. قراره یه چالش یا تجربه کنیم توی قاب. دوستان ویدیوهامون رو لایک کنید و شیر کنید حتما، تا ویدیوهامون به دست دوستانی برسه که علاقه دارن کارهاشون رو خودشون انجام بدن، یا میخواین این هزینه هایی که نیازی نیست واقعا پرداخت کردنش رو برای خودشون نگه دارن، یا حتی علاقه دارن که خودشون این کارها رو انجام بدن. زنگوله رو بزنید، سابسکرایب کنید تا کانالمون رو گم نکنید. خب دوستان، قرار آنباکسش کنیم. این از پک کار. این قاب خیلی قدیمیه، مال زمانی که گوشی 7 پلاس اومده بود، مال همون دورانه. خب این از واقعا آنباکس کردن جذاب. بله، از گلسه. این هم گلس کاری نداره دیگه. این هم طریقه نصبش. این میذاری سر جاش. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید که آخر ویدیو قراره چیزی رو بهتون آموزش بدم که فکر میکنم خیلی خوشتون بیاد و شاید هر تقریبا 3-4 ماه، شاید هم خیلی زودتر، بر اساس اتفاقی که میفته شما اون کار رو انجام میدید و برای اون کار هزینه میکنید که اصلا نیازی نیست این کار رو انجام بدید. خیلی راحت خودتون میتونید تو خونه انجام بدید. پس فعلا با ما همراه باشید برای نصب این قاب بسیار زیبا. این آچارش خیلی جذابه. این پیچهاشه. اول کنم یه قسمتش رو در بیاریم کافیه، نیاز نیست کامل بیاریم. آموزشی که دوست دارید ببینید راجع به هر چیزی، هر قطعه، هر وسیله، حتی موتور، ماشین، هر چیزی که فکرشو میکنید تو کامنت ها حتما بهمون بگید. ما میریم سراغش، براتون انجامش میدیم تا شما یاد بگیرید و از این به بعد خودتون انجامش بدید. گوشی بذاریم درون قاب ببینیم چطوری. اصلا وای میسته گوشی تو قاب. یعنی باید باز همه چیز سر جاشه. فقط باید این
قرار بدیم. برای کم و زیاد کردن دکمه ها و ایناست و یه زیبایی هم اتفاقا شد بده. فکر میکنم تنش زده باشه برای چیه. یه برای ولومشه، برای کم و زیاد کردنش. بس به سمت چپ قاب قرار میگیره. چه طراحی جالبی نگاه کنید اینجا. ولی سایلنت کردن گوشی این قسمت رو خیلی خوشگل طراحی کردم. این هم برای قسمت پاور گوشی، دکمه خاموش و روشنش. چقدر جذاب، خیلی جذاب. دکمه ولومش هم کار میکنه، میوتش هم که چون جا دستی داره خودش. خیلی جذاب، خیلی جذاب. باید درست قرار بگیره. فکر میکنم درست میبندیمش، خودش فیکس میشه سر جاش. گوشی رو خاموش کنیم. پیش رو صفر میکنیم. درست بستیم؟ نه اشتباه بست. اونهای پایینی کاره. نگاه کنیم قبل اینکه ببندیم بازم اشتباه نشه. خب دوستان، ویدیوی بعدی که قرار بسازیم برای آموزش گلس زدن روی گوشی رو به شما بگم که چطوری خودتون تو خونه انجامش بدید و این وقت رو، این هزینه رو که هیچ کاری نداره، اصلا 2 تا 3 تا تو خونه بخرید داشته باشید، چون باید عوض شه. هر 3 ماه به نظرم باید عوض شه خط و خشایی که روش میفته و ماندگاری گلس تاثیر داره. وقتی زودتر حتی عوض شه قبل اینکه بشکنه، و حتی اگه بشکنه هم شما تو خونه دارید تا، چون گلس که میشکنه باید درش بیاری، چون ضربه دوم که بخوره قطعا به LCD تون ضربه وارد میکنه و باعث میشه که LCD تون بشکنه اگر گلس شکسته و LCD باشه. و جدای از اون اگر هم خدای نکرده این اتفاق بیفته، یعنی امیدوارم که هیچ وقت این اتفاق نیفته، ولی اگر این اتفاق هم نیفته، اون شکستگی گلس از زیر خط و خشی روی صفحه میندازه و چه کاریه. وقتی خودتون میتونید به راحتی انجامش بدید نیازی ندارید که وقتی شکست ببرید تعمیرگاه یا تعویضگاه گوشی انجام بدید. میتونید 2 تا 3 تا تو خونه داشته باشید، هر موقع هر ایراد جزئی پیدا کرد خودتون به راحتی تو کمتر از 5 دقیقه انجامش بدید. پس ویدیوی بعدی رو حتما با ما همراه باشید. اینم از نتیجه کار. خیلی خوشگله.